یک مرد اسرائیلی تبار که زمان جنگ داخلی تاجیکستان را همراه عائله‌اش ترک کرده و منزلش را در اختیار باشندگان حاضرش گذاشته است، بعد از 26 سال دخترش به اینجا برگشته می‌خواهد خانه پدریش را بازپس گیرد. مقدس شمس‌الدین و ساکن محله 34 شهر خوجند 25 سال است که در این خانه زندگی می‌کند و می‌گوید برای آن $1000 آمریکایی داده ولی نتوانسته است صاحب ملکی خود را حجتی کند. صاحب پیشینه خانه به اسرائیل می‌رود و دیگر برنمی‌گردد. Doğanda tutakı raspiskı ne girifteki. Sonra ve odam tutakı dokument kini pursideki modara. Ve odam gufteki amun Greenberg arkacı gufteki kofteki kuski zanam İsrail be grom brafteki bakateş. Ma amun İsrail beraban baş mo mefirsona. Poçtekati mefirsona. Ha bad این odam raftan. مادرم پول دادن خونه کلیت دست مادرم رو دادم. بعد از 8 سال انتظار چون صاحبخانه حجت‌ها را نمی‌فرستد، مقدس در سال 2003 از اداره‌های شهر برای این خانه شناسنامه فنی می‌گیرد. ولی بعد از وفات ارکادی گرینبرگ، دخترش یلنا گرینبرگ سال 2016 برای پس گرفتن خانه همچون میراث پدر به دادگاه خوجند عرض می‌کند. موافقه سنات‌های سودی اعتبار قانونی پیدا کرده شدهش شمس‌الدین مقدس از اول همچون ساکن موقتی به همین حجره بحثی وارد گشته تا این دم نمیخواهد که این خانه را خالی کند. از روی سنات‌های سودی نیز حالت تصدیق کرده شده است که شمس‌الدین مقدس نه به دولت نه به سابق صاحب خانه صاحب گرینبرگ ارکادی یگان مبلغ پولی نداده است. اکنون 4 سال است بحث جانب‌ها در دادگاه ادامه دارد و بارها مسئولان دادگاه به خانواده مقدس هشدار دادند که خانه را به صاحبان اصلیش برگردانند. ولی بعد آنکه شوهر او در نزد دادگاه عالی قصد خودکشی کرد، تعیینات پرونده موقتا بازداشته شده است. خانواده نصیبه خان رحمت و ساکن دیگر شهر خوجند در محله 19 نیز عین چنین بحث خانه را با مالکان پیشینه‌اش دارد. آنها میگویند سال 2001 در بینای سیمی همین محله خانه 4 حجرگی را خریدند، اما نتوانستند معامله را سری وقت حجتی کنند. خانه را با گرجش گرفتگی $4500 штатҳои муттаҳидаи Америка. خانه را دیدیم. اول حجت‌های خانه ما البته اول حجت‌های خانه دیدیم که در دستشون هم حجت‌های خانه بود. خانه این آدم از صاحب پیشترش به دویرنس خریده بودند. از بس که نو خانه را گرفتگی نو ремонт کردگی حالی سروکی دویرنس بود. گفتن ما همین خانه را شما به حضور وای کنید تا ما خانه هم حجت حضوریش شما به کرده می‌تیم. ولی پس از چند فروشنده این منزل عبدالرشید عبیدوف در صدمه به هلاکت رسید و اهل خانواده او میگوید هنگام صدمه حجت‌های خانه نیز از داخل نقلیات گم شدند. نفرانی که برای خریداری خانه مبلغ داده بودند سال 2016 به اداره‌های بقایدگیری منزل مراجعت کردند. در پاسخ مسئولان به آنها خبر دادند که خانه مذکور به نام شخص دیگر ثبت شده است. وقتی که ما تخپاسپورت خانه را گرفتیم و دیدیم که خانه نام اکبرов خورشید محمدویچ بوده است. بعد ما درک این شخص رو کردیم. بعدی که ما مراجعت کردیم این آدم دید که از زبان ما شنوید که آدمی فروختگیش مردگی کمتر پس گفت که وای خانه من این خانه را عبدالرشید به فروختگی نه گوجایی که رویتون عرض دادتون نکنیتون خانه من. دادگاه خوجند سال 2016 در حلنامه‌اش تصدیق کرده است که بین عبدالرشید عبیدوف و خورشید اکبروف معامله صورت گرفته است. بر پایه این حلنامه به نام عبدالرشید عبیدوف شناسنامه تکنیکی داده شد، ولی خورشید اکبروف میگوید حالا نیز طبق حجت‌گذاری‌ها صاحب اصلی منزل وی است و تلاش دارد این خانواده را از خانه بیرون راند. قرض دادگی بود процентки малай бу процентки гашти додагӣ ина шоҳид ин ба моддари худа вай ози хай маскува вай хони ман вай хонаи ҳички фурехтагӣ ман не падарам ман ба мероси омадагӣ. در همین حال وکیلان مستقل در شمال تاجیکستان بر اینند که دادگاه باید شخصی را صاحب ملک حکم کند که مدت معین در آن منزل زیسته خرج آن را داده است. قانون در ماده 250 کودکس گраждании ҷумҳурии тоҷикистон оварда шудааст ки дар ҳолате ки агар шахс амволи ғайри манқул яъне ки хона бино амволи ғайри манқулро
зиёда аз 15 сол кушоду равшан озодона доимӣ истифода барад ва маблағи андозҳои онро супорад ва онро соҳиби яъне ки ҳамонҷо ихтиёрдорӣ кунад шинад истифода барад дар ин ҳолат дар ҳолати ба суд муроҷиат кардан ҳамин шахсон соҳибмулк эътироф карда мешаванд. баҳсҳои соҳибмулкӣ ба манзил дар тоҷикистон мероси ҷанги хонагии солҳои 1992 то 1997 ба шумор мераванд. ба иллати ҷанг садҳо нафар ба кишварҳои дигар кӯчиданд ё паноҳанда шуданд ва маскани онҳоро дигарон ишғол карданд. бархе аз онҳо солҳои баъд тавонистанд манзилҳои худро пас гиранд, аммо шумори онҳое низ кам нест ки ба баҳсҳои дарози додгоҳӣ печидаанд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.